امروز قراره که با هم دیگه یه دونه میستری باکس $100 رو باز کنیم. اینجا یکی از خفن ترین میستری باکس های دنیا. توی این میستری باکس $100 که اینجا داریم میتونه هر چیز خفنی در بیادش، مثل آیفون 17 پرو مکس، لپتاپ گیمینگ، PS5 و خیلی چیزای خفن دیگه. پس همین الان دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن که من انرژی بگیرم همچین ویدیو خفنی براتون درست کنم. لیتس گو که بریم این جعبه رو آنباکسینگ کنیم. بچه‌ها همونطور که میبینید من اینجا جعبه $100 مون رو دارم و قراره که با هم دیگه دستمون رو بکنیم این تو بدون اینکه نگاهی کنیم و ببینید چی از توش داره. قبل اینکه شروع کنیم لازم بگم که این ویدیو قرعه کشی داره برای اولین بار تو کانال ما. تو قرعه کشی این ویدیو قراره که به یکی از بچه‌هایی که کانالمون رو سابسکرایب داره 1,000,000 تومان پول بدیم. پس لازمه که کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و توی این ویدیو یه کامنت برام بذارید، نظرتون رو بنویسید و آیدی اینستاتون هم تو همون کامنت بذارید برامون. قرعه کشی این ویدیو روز جمعه، یعنی دقیقاً 6 روز بعد از اینکه این ویدیو آپلود میشه انجام میشه و توی اینستا به برندمون زنگ میزنم و همونجا ویدیو هم ازش میگیرم و براتون توی اینستا آپلود میکنم. پس همین الان دکمه سابسکرایب و لایک رو بزن و توی قرعه کشی شرکت کن، یعنی کار راحت تر از این. بزن بریم که این جعبه $100 مون آنباکسینگ کنیم و ببینیم که چی از توش برامون در میادش. لیتس گو. بچه‌ها من 2 تا دوربین گذاشتم و قراره که الان جعبه رو باز کنیم و ببینیم چی از توش در میاد. من قراره نیستش نگاه کنم، فقط دستامو بکنم این تو و هر چی که حسم بهم میگه رو در بیارم و ببینیم که چی از توش در میاد. من حسمو بهتون میگم که دستم به چی خورده و ببینیم آیا درسته یا نه. خب من همین الان میخوام اولین چیزی که تو این جعبه رو در بیارم. از دستمو میکنم آروم این تو بدون اینکه نگاه کنم. اصلا نگاهم نمیکنم. و اولین چیزی که دارم دست میدم بهش یه چیز نرمیه و توی پلاستیک هرچی بسته‌بندی مثل کف‌های کفش میمونه یا همچین چیزایی. بچه‌ها باید حواسمون باشه این جعبه باز نشه که نبینیم مزهش از بین نره. بچه‌ها پتو این چیه بچه‌ها؟ باید درش بیارم ببینم. هرچیه چینیه، اینو برام نوشته مید این چاینا و من الان میخوام اینو بازش کنم ببینیم که توش چیه اصلا. چه این هرچیه مثل حوله میمونه، این چیه؟ زیپ داره. بچه‌ها تو این زیپه یه بیلبیلکه. سیم بشه. بچه‌ها من همین الان تو اینترنت سرچ کردم و فهمیدم که این از ایناییه که میتونی گرم میکنه، یعنی پاهاتو میکنی توش گرم میکنه یا میذاری مثلا بغلش میکنی گرم میکنه. بچه‌ها من اینجا یه پاور بانک آوردم و قراره که اینو ما تستش کنیم. حاجی من دستمو در میارم ببینم واقعا گرم میشه یا نه. یعنی خیلی برام جالبه. اگه گرم کنه یعنی خداه. حاجی این داره گرم میشه، از بخاری خونمون گرمتر شده. بچه‌ها خیلی چیز خفنیه. یعنی یه همچین چیزی رو واقعا تو خونتون نیاز دارید. همین الان برید یه همچین چیزی رو بخرید. واقعا یه همچین چیزی آدم تو خونه‌اش نیاز داره. بریم سراغ آیتم بعدی که تو این جعبه میتونیم در بیاریم. خب دستمو کردم تو. بچه‌ها هر چیه اندازه یه دونه تلفنه. بچه‌ها بهش میخوره مثلا قاب ژله‌ای چیزی باشه. حشم هست فکر کنم 2-3 تا باید باشه چون دستم داره به 2-3 تا چیز میخوره. بچه‌ها آیتم بعدی اون یک عدد قاب گوشیه. یعنی این قاب آیفون چنده؟ 16. یعنی به آیفون منم نمیخوره. من آیفون 15 پرو دارم. ولی بچه‌ها کیفیت قابش بد نیستش. یعنی خیلی قابش قشنگه، اوکی، نرماله. میریم برای آیتم بعدی. ببینیم که از اینجا چی در میاد. آیتم بعدی آیتم بزرگیه، شبیه یک جعبه میمونه. بچه‌ها همونطور که گفتم جعبه درست بود واقعا. مثل اینکه یه دونه جعبه است. و این یه دونه ساعت دیجیتاله و میخوایم ببینیم که الان تستش کنیم ببینیم که کار میکنه یا نه. این ساعت دیجیتالمون، این ساعت دیجیتال ما خیلی خفن به نظر میرسه. یعنی همچین چیز باحالی به نظر، یعنی روز شما روز شمار دارید و ساعت دیجیتال و زنگ ساعت هم مثل اینکه داره اونطوری که من دارم میبینم. فعلا قراره که بازش کنیم ببینیم که آیا همچین چیزی ممکن هستش یا نه. بچه‌ها اینجاش یه لامپ خیلی زیبایی داره، یعنی یه لامپ کیفیت باحالی داره. بچه‌ها همین الان پاور بانک آوردم، شاید با پاور بانک کار کنه چون باتری پیدا نکردم. بچه‌ها این بیلبیلک رو زدم به پاور بانک و عجب ساعت باحالیه. بچه‌ها خیلی ساعتش خفنه. همچین چیزی فکر کنم بکارم میاد دیگه. رو میز کامپیوتر بذارم خدایی خوشگل نیستش؟ واقعا خوشگله. رو جعبهش که دیدم فکر کنم میشه رنگ چراغا رو عوض کردش، ولی نه، مثلا اینکه این فقط همین رنگه، یعنی بنفش فقط میشه. بریم سراغ اینکه آیتم بعدیمون رو باز کنیم با هم دیگه و ببینیم که چه آیتم خفن دیگه در میاد. تا الان 2 تا آیتم باحال در اومدش که واقعا کاربردی بوده. مثلا این ساعت شاید قیمتش 10-20 یورو باشه و اون مثلا پتوتوریه اونم شاید 20 یورو باشه. به خاطر همین تا الان 40 یورو ما توش در آوردیم. بریم ببینیم که چیز دیگه چی میتونیم در بیاریم. خب آیتم بعدی بچه‌ها دوباره قاب در اومد. دوباره هم برای آیفون 16. میریم برای آیتم بعدی. بچه‌ها فکر حاجی اینا من اسکل کردن. دوباره برای آیفون 16 قاب در آوردم. مگه میشه؟ بذارید ببینم. اینا فکر کنم جعبه رو با آیفون 16 پر کردن. برای آیفون 15 سگ تو این زندگی مگه میشه یهویی 4 تا قاب و چرت و پرت. بریم آیتم بعدی.
او مای گاد حاجی اینو ببین، حاجی اینو ببین. ساعت چی میگه؟ نه ساعت چی میگه؟ بچه ساعت برام فرستادن اسمارت واچ ولی مید این چاینا. سگ تو این زندگی احساس میکنم یارو سرمون رو داره کلاه میذاره. یعنی من از این تو آیفون 17 نیارم عمومیات نیستم دیگه. من نگید عمومیات، این آخه مید این چاینا، مید این چاینا. من مسخره شما هم آقای فروشنده. عمومیات باید مید این چاینا. من آیفون 17 میخوام از این تو، آیفون 17 پرو مکس میخوام. من اینو به خاطر آیفون 17 پرو مکس خریدم. اشکال نداره اینو واضحش میکنم، ولی این اگه کیفیتش خوب نباشه همینو میکنم تو. بچه‌ها مثل اینکه کابل شارژ مگنتی داره. سنگینیش اندازه سنگینی یک اپل واچه. صداش که صدای فیکه، ته فیک این صدا. بچه‌ها کیفیتی بد نیستش خدایی خب، ولی آدم تو مثلا قسمت چیزش منو که میره، الان من رفتم تو منو، آدم میبینه که فیکه. یعنی شما الان کیفیتش رو شاید توی دوربین نبینید ولی اینجا پیکسلای کیفیت آیکوناش اصلا معلومه که فیک. ولی تاچش تنها چیزیه که خوبه، یعنی یه تاچ خیلی خوبی داره نسبتا. بازی داره، ضبط صدا داره، بلوتوث داره. اگه راست میگی ماشین حساب داره بچه. بذارید ببینم 1 به علاوه 1 اگه راست میگه چند میشه. او مای گاد گفتش 2 میشه. چینیه دارم دلم خوش میکنه. نکنید. اصلا نیازی نداشتش که ریجستر کنم توش، یعنی انقدر چرته. سعی کردن یعنی فیک اپل واچ رو درست کنن دیگه، ولی خب کیفیتی بد نیستش. اینم قیمت بخوایم بذاریم روش 18 یورو، 20 یورو، 22 یورو نهایتا. فکر نمی‌کنم بیشتر باشه. بریم سراغ آیتم بعدی که ما میتونیم از این جعبه در بیاریم. خب دستمو انداختم. من خرم، من گاوم، من چیم که 2 تا قاب دیگه در اومده. یکیش برای 16 پروه، یکی دیگه‌ش هم دوباره برای 16 پروه. یعنی 2 تا هم 16 پرو در اومدش. من چیم آقای فروشنده که اینو به من انداختی؟ قاب فقط برای من فرستادی. بعد من چند تا گوشی دارم که همه مدل آیفونی رو برای من فرستادی آخه. یعنی من چی بگم به تو آقای فروشنده؟ من چی بگم به تو؟ ها؟ آقا بریم آروم باشید. آرامش خودتون است. بابا آی فروشنده کرده تا دسته ولی دستمون تو به یه جعبه بزرگ خورده. خب یعنی اون داره فقط منو امیدوار میکنه. خب ولی روی اون جعبه بزرگ الان دستم به یه چیز دیگه خورده. و اگه میدونید همین الان تو قسمت کامنت ها الان بنویسید اون چیزی که من دستم خورده بهش چیه. درش میارم. قاب آیفون 15. من این همه قابو چی کارشون کنم تو این جعبه کوفتی؟ من این جعبه بزرگه رو در میارم فقط دلم خوش بشه. بچه‌ها یه چیز درست حسابی دوباره بالاخره در اومد. باز مارکش چینیه ولی بالاخره راضیم. از قاب بهتره هر چیه. اینجا یک هدفونی داریم ما که گیمینگه و از مارک چینی اونیکوما گیمینگ هستش. یعنی شما اینو از مارک اونیکوما گیمینگ دارید میبینید. اینجا روش نوشته که شما بهترین کیفیت صدا رو داری، یعنی کیفیت صدا حرف نداره. و اینجا هم که چراغ‌های RGB داره، یعنی چراغ‌های RGB که رنگ‌های مختلفی داره و عوض میشه. و یه دونه میکروفون داره که میکروفونش احساس میکنم که مثل همون داستان چیز دیگه، میکروفونای چینی که دیدید صداش چطوریه دیگه. میکروفون همون میکروفون. و ما اینو الان در حال حاضر نمیتونیم تستش کنیم چون داریم فیلم میگیریم، ویدیو میگیریم، همشون به لپتاپ وصله. ما نمیتونیم تستش کنیم براتون. شما اینو رو همون حساب کیفیت چینی متوسط حساب کنید و به قیمت هم روش میذاریم 25 یورو. بذارید من دستو بکنم این تو ببینم دوباره چه کوفتی در میادش. بریم برای من آیفون میخوام. بچه آیفون میخوام خدایی. آیتم بعدی ما بالاخره یک آیتمی که من نیاز دارم تو کل زندگیم، همیشه نیاز دارم. کابل شارژ تایپ سی آیفون از اون مدل جدیدا که مخملی هستش، از اوناست. یعنی ما این کابل شارژ تنها چیزه به درد بخوره که تو زندگی نرمال به کارمون میادش. با اون گرم کنه پایه. البته این دوتا امیدوارم که درست شارژ کنه، نزنه باتری گوشیمون رو خراب کنه. بریم برای آیتم بعدیمون. بزنیم درش ببینیم چیه. بچه‌ها آیتم بعدیمون یه دونه دستگاه موزنه و این موزر خیلی چینیه و جنس پلاستیک آشغالی و 2 تا پیچ و یه دونه هم آرمیچر. احساس میکنم که اصلا مو نزنه. بچه‌ها میخوام ببینم اینجا مو انگشت منو میزنه یا نه. حس کنیم. بچه‌ها میزنه حاجی خیلی خوب میزنه. حرام، واقعا کیفیتش خفنه، واقعا چیزه به درد بخوری. کل این جعبه این چیزه به درد بخورش بود. اینو خیلی دوست داشتم. دستگاه شارژ و همه چیزشم باشه. و آیتم بعدی که از تو این جعبه داریم در میاریم
چیه اینم یه جعبه همون شکلیه، ولی واو این به دردمون میخوره بچه‌ها. این یک عدد چراغ قوه است و من خیلی دوست داشتم براتون ویدیوی کمپ بگیرم و ویدیوی چالشی تو جنگل بگیرم و احساس میکنم که این به دردمون میخوره تو این چالش. میخوام ببینم که چقدر قویه. سعی میکنیم که روشنش کنیم. حاجی دکمه چیزش رفته این تو و نمیشه روشنش کرد درست. بچه‌ها این نور بنفشه. این یک نور بنفشیه که اثر انگشت و اینا رو میشه پیدا کرد فکر کنم. میخوام ببینم که رنگش عوض میشه. بچه‌ها این فقط رنگ بنفشه. من فکرم رنگ سفیده. فقط بنفش داره. روش سفید کشیده ولی این بنفش بود. اینم مید این چاینا و هیچ نور زیادی هم نداشت. واقعا نورش خیلی کم بود. نورش واقعا کم بود. یعنی فقط آشغال گیرمون اومد تو این ویدیو. یعنی فقط برای ما آشغالاشون رو فرستادن. آخه یکی نیست بگه مردی که یه چیز 100 یورو پول دادیم درست حسابی بفرست برام بابا. بچه‌ها این آیتم هم که چرت بود. بریم ببینیم این تو باز چیزی هستش در بیاریم. چیزی هستش ولی کاش هیچی نبود. بچه دوباره قاب گوشی آیفون 15. یعنی من این همه قابو میخوام چیکار کنم؟ واقعا اینو من بگم. قاب گوشی. فوبیای قاب گوشی پیدا کردم. جدیداً من فوبیای قاب گوشی پیدا کردم. من رد دادم. آمیات رد دادم. آمیات چی شده؟ رد داده. آمیات چی شده؟ تو قسمت کامنت‌ها بنویسید. بچه‌ها این بود از ویدیویی که دیدید که چطوری تو پاچمون کردن. اگه خوشتون اومد که از اینکه رفت تو پاچه من لایک و سابسکرایب بزنید. اگه هم خوشتون نیومد بازم لایک و سابسکرایب بزنید. حداقل من با سابسکرایب و لایک شما و کامنت های پر انرژی شما واقعا انرژی بگیرم. یعنی این خیلی بد رفته تو پاچمون ها. من دیگه واقعا اصلا دارم رد میدم. دیوونه شدم. من دیوونم. آره عمو میاد امروز بد رفت تو پاچش. و لایک کنید سابسکرایب کنید انرژی بدید. واقعا اصلا خورده. 100 یورو به فنا داد. جمع کل اینا 80 یورو شده و 100 یورو من بابت اینا پول دادم. یعنی اون طرف 20 یورو سود کرد و مطمئنم که همه اینا رو از چین خریده و از چین وقتی خرید میکنید همه اینا فکر نمی‌کنم بیشتر 50 یورو درآمده باشه براش. اگه دوست دارید که براتون یه دونه جعبه 500 یورویی از آمازون آنباکسینگ کنم حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. آمازون پلیز اسپانسر. من 500 یورو ندارم. ولی اگه خوشتون اومده قول میدم که براتون ویدیوشو بذارم به زودی زود. تو قسمت کامنت ها رو بنویسید و ویدیو رو لایک کنید. سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم. عشق منید همتون.